جالگوان دناوا گوندواری ادلب راگهاندن جه دوه و بالا فرنشاریان رژیم اسد و روسیه ده آرمانچکرنا باجارو کن لباشور گوندواری ادلب بردوامن و گوت ایریشن رژیم اسد و روسیه دوه لسر باشور گوندواری ادلب جه دسپی کاپیک آنینا پروسه لشکری رژیم لسر باکوری سوریه و حتی نها تونترین ایریش بون و ابدبر به دهین اپراسیون اسمانی هاتن بمباران کرد. امان جدار داخل کرن که دوه درنگیا شوابوری در دوره معرض النعمان و باجاروکن لباشور گوندواری ادلب حتی باجاری خان شیخون بدهن اپراسیون هاتم بمباران کرن که ده انجام آوان ایریشانده به دهان ولاتین سیویل بونا قربانی. جالی خواه جیرانگاه سوریه یا مافی مروان اشکره کرد که جدوه و شروع پفتونین توند ناورا چکدارین رژیم اسد و گروپین چکدارین بسر اپوزیسیون سوریه لسر برین باشور گوندواری ادلب نهاتن راوستاندن و هزین رژیم و روسیه ان پیجوچونین دن کرنا و نزیکی خان شیخون بونه او جی پشتی کنترل کرنا رژیم اسد جهن دورین در دورا باجاری خان شیخون را اروها روانگه دا دیار کرن جی کونها رژیم اسد هولا کنترل کرن و دست سر کرن آریانا برا شامی و حلبید که لگوری که روانگه بلگه کریا کودرنگی شوابوری هر یک جه باجاری معرض النعمان خان شیخون تمانعی حیش به دهن اپراسیونان هاتن آرمانج کرن سربارجی کر کل گوندواری حمایجی به تایبتی باجاروکه الله تامنه و کفر زیتا بتون دی هاته بمباران کرن ده انجام ده هجماره که کس بون قربانی سرباری بمباران کرنا گونده کبانه لگوندواری لاصقی جالی بالا فرنشترین رژیم و روسیه و